روز اول 33 تاریخی 16 شهر اولی تمام تدبیرها را اندیشتیم که مردم گریزان و فیرواری را به وطن برگردانیم. ما عاقبت‌های بعد این کار را حس می‌کردیم که عاقبت به نیکی نمی‌آورد. برای همین تمام چاره‌ها را اندیشتیم که در مورد کوتاه‌تری در 2-3 سال ما کاری هموطنان را از جمهوری اسلامی افغانستان برگردانیدیم و مشکل دیگرش آن بود که صدها هزار منزل استقامتی خلنگار شده بود. برقرار کردن، مردم آورده جابجا کردن و شکرانه که امروز ملت سرجم است.